سلام، وقتتون بخیر. کیسی که امروز مراجعه کردم میخوام براتون توضیح بدم. یه خانم 26 ساله جوان هستن که افتادگی یه مقدار ابرو دارن و برای لیفت ابرو با نخ مراجعه کردن. نخهای کای دوال 2 سوزنه براشون میخوایم کار کنیم. ببینید این نخها حدود 2 سال و شاید حتی بیشتر هم ماندگاری دارن. نخهای بسیار قوی هستن برای ابرو و راجع به نقاهتش بخوام خدمتتون بگم، نقاهت خاصی نداره، مراقبتاش راحته، فقط روز انجامش آب به صورتتون نباید بزنید و ماساژ و دستکاری ندید و یک شب یا 2 شب هم تاق باز بخوابید. این مراقبت‌های حالا ساده‌ای داره که رعایت کنید. حالا رو خود صورتش هم نشون بدم خدمتتون که ابروها رو می‌خوایم به چه صورت انجام بدیم. ببین همونجوری که ملاحظه می‌کنید زاویه ابروها، دوم ابروها یه مقدار حتی رو به پایین هم میشه گفت هستش. حالا ما کاری که با نخ میخوایم براشون میکنیم این، چون خودشون هم به یه حالت نچرال تر میخواستن دیگه، خیلی نمیخوان ابروها به سمت بالا بره، یه لیفت مختصر خیلی نچرالی به این صورت براشون انجام میدیم. در این حد ابروها رو میخوایم بکشیم بالا که این افتادگی حالا گوشه ابرو و چشم و افتادگی ابروشون تا حدی جبران بشه. بریم برای بعدش ببینیم که چه جور میشه. خب عزیزان، اینم نتیجه بعد از لیفتشون. یه لیفت خیلی نچرال، دوم ابرو رو به پایین بود افتاده بود، ما یه خود لیفت کردیم رو به بالا. حالا این لحظه اول هست. تقریبا 8 هفته طول میکشه تا اثر نهایی نخ رو ببینیم، یعنی تا 8 هفته آینده، یعنی تا 2 ماه آینده یه مقدار دیگه هم ابرو میره بالاتر به این صورت. خود البته زیبا جون هم خیلی تاکید داشتن که ابرو خیلی اینطوری به سمت بالا نره به خاطر شرایطی که داشتن و خب یه لیفت نچرال تر براشون انجام دادیم و این فاصله چشم ها و ابروها اصلاح شد به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید. درد و حالا ورم و کبودی خاصی هم نداره. درد خاصی که نداشتید موقع انجام؟ نه. اوکی. ورم و کبودی خاصی هم نداره و دوران نقاهت خاصی هم نداره، یعنی همین الان میتونن برن سر کار. فقط امروز آب به صورتشون نخوره و 1-2 شب هم تاق باز بخوابن. ممنون از همراهیتون.